وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستم در هر جایی که قرار دارید در زیر سایه رحمت پروردگار سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. عزیزان بیننده، اگر به یاد داشته باشید در قسمت گذشته پیرامون اقسام بدعت به خدمت شما دوستان گرامی مطالب را بیان کردم و در قسمت اخیر صحبتم اشاره به این کردم که بدعت حسنه و سیئه ندارد. ان شاء الله در این برنامه با هم دیگر به سراغ این بحث خواهیم رفت که آیا بدعت حسنه دارد یا ندارد. اگر ندارد به چی دلیل؟ بدون شک عده بدعت را حسنه و سیئه دانستند و در این میان بدعت واجب، بدعت مباح، بدعت مکروه و بدعت حرام و به همین ترتیب اقسام در میان بدعت گذاشتند، حتی بدعت واجب. بدون شک آنچه بزرگان در این مورد فرموده اند منظور از ایشان بدعت لغوی است، نه بدعت اصطلاحی و بدعت شرعی. چنانچه ما با هم دیگر مروری در تعریف بدعت داشتیم که بدعت یعنی چه و مفصل این موضوع را در برنامه‌های گذشته به خدمت شما بینندگان گرامی بیان کردیم. اما آنچه در این میان و در این بحث می‌خواهیم به خدمت شما بینندگان گرامی بیان بکنیم همانا تأملی بر این قول است که آیا بدعت حسنه و سیئه دارد یا ندارد. و ما عقیده و باور بر این داریم که بدعت حسنه ندارد، هر نوع بدعت گمراهی هست. و در این مورد به یک سری مستندات و روایاتی که در این مورد آمده اشاره خواهیم کرد. اول به آیات قرآن عظیم الشأن، فقط به یک آیه از آیات کلام الله مجید قرآن عظیم الشأن به خدمت شما بینندگان گرامی بیان می کنیم و بعد ان شاء الله به رد این موضوع خواهیم پرداخت. الله متعال جل جلاله در سوره مبارکه مائده آیت 3 می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله تعالی می فرماید من امروز دین را به شما تمام کردم، آنچه که از احکام لازم بود برای شما گفتم. دقیقاً این آیه مبارکه در عرفات، در روز عرفه، در حجة الوداع نازل شده، در آخرین سال زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. الله تعالی می فرماید که امروز دین را بر شما تمام کردم. دین کامل شده، دین تکمیل شده. بنابراین ما نیازی به بدعت حسنه نداریم که بدعت حسنه وجود داشته باشه. این آیه موضوعات دیگری را هم میرساند، اما آنچه که قابل استناد ما در این برنامه هست این است که دین تکمیل شده، دین
تکمیل شده و نیاز دیگر نداره بر این که کسی بیایه برای آن چیزی اضافه بکنه و چیزی را با آن بیافزایه. بدون شک آنچه در احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم آمده این موضوع را برای ما تأیید می کند که بدعت حسنه ندارد. هر نوع بدعت گمراهی هست. هر نوع بدعت انسان را به ظلمت و کدورت و بدبختی می کشاند. حدیثی که حضرت ارباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنه که حدیث مشهوری هست در این مورد بیان می کند موضوعی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بر ما وعظ کردند و برای ما سخنرانی کردند که قلبها از آن به تپش افتاد و قلبها نرم شد و چشمها اشک جاری شد. و در پاره از این صحبت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به موضوع مهم اشاره کردند که تمسک به سنتشان بود. و بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم امت خود را نسبت به بدعات برحذر داشتند و امت خود را متوجه موضوع بسیار مهم که همان پرهیز از بدعات هست رسول الله صلی الله علیه و سلم امت خود را متوجه کردند. در بخشی از این حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و ایاکم و محدثات الامور، برحذر دارید شما خود را از محدثات امور، چیزهای نوپیدا، چیزهای جدید، چیزهایی که نو به وجود می آید. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن كل محدثة بدعه، هر نوع چیز نوپیدای بدعت هست. هر چیز نوپیدای در دین بدعت هست. اما این که ما این قید دین را اضافه می کنیم ان شاء الله در اخیر صحبت به این اشاره خواهم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند شما از چیزهای نوپیدای در دین پرهیز کنید، برحذر باشید. و بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر چیز نوپیدای در دین بدعت نامیده می شود و بدعت هست. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند و ان کل بدعت ضلاله، بدون شک هر بدعت گمراهی هست. کل بدعت، هر بدعت گمراهی هست. بدعت حسنه ندارد. عام پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کل بدعت ضلاله، هر بدعتی گمراهی هست. فإن کل بدعت ضلاله، هر بدعتی گمراهی هست. این حدیث را امام احمد در مسند خود روایت کردند، حدیث 17144 و این حدیث صحیح است. و در کتب مشهور حدیث غیر از مسند احمد این حدیث آمده با الفاظ متفاوت. در بعضی از کتب حدیث این قسمت هم اضافه شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه فرمودند و کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی سرانجام آتش جهنم هست. اول از چیزهای نوپیدای در دین پرهیز کنید. دوم هر چیز نوپیدا در دین بدعت هست. سوم بدعت همش گمراهی است. چهارم هر گمراهی سرانجام آتش جهنم هست. حالا چیزی که مورد استناد ما هست اینه که هر بدعت گمراهی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت عام از سخنان جامع پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که جامع و مانع هست. هر نوع بدعت گمراهی است. بناهن در اینجا ما چیزی به نام بدعت حسنه نداریم. چیزی به نام بدعت حسنه وجود ندارد. هر نوع بدعت گمراهی است.
هر نوع بدعت اضافگی در دین هست و سرانجام گمراهی است و سرانجام این گمراهی آتش جهنم می باشد. با تفاوتی که در میان اینها وجود دارد، در میان این بدعت ها که یکی حتی به درجه شرک میرسد، به درجه کفر میرساند، بدعاتی هست که گناه آنها کمتر هست، بدعاتی وجود داره با مراتب مختلف، یعنی همه در یک ردیف و در یک درجه قرار ندارند. گناهان آنها متفاوت هست، ولی بدعت همهش گمراهی است، همهش معصیت خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم و سرپیچی از دستور رسول کریم صلی الله علیه و سلم می باشد. در این حدیث ما نتیجه می گیریم از آن وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمه کل را می فرمایند که همه بدعت گمراهی است، ما چنین برداشت می کنیم که هر نوع بدعت در هر لباسی که داخل بشه، چی به لباس حسنه چی به لباس سیئه، همش گمراهی هست. حالا هر کس که میخواه آن را سیئه بگه، هر کس میخواه آن را حسنه بگه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما در این مورد سخن بسیار زیبایی دارد. ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید کل بدعت ضلاله، هر نوع بدعت گمراهی است بلا استثناء، هر نوع بدعتی گمراهی است. و این رها الناس حسنه، اگرچه مردم آن را خوب بدانند، اگرچه مردم آن را حسنه بدانند، ولی این بدعت گمراهی هست. اگرچه مردم بگویند این بدعت حسنه هست، این بدعت سیئه است، اگرچه مردم آن را به دید خوب نگاه بکنند، بگویند چیز خوبی است، در دین اضافه شده چیز خوبی است، و به تعبیر خود در عبادات مثلا داخل بکنند در بخش بدعات اضافی، در عبادات داخل بکنند، در عادات داخل بکنند، بعد آن را خوب بدانند، بگویند کار بدی نیست، عبادت هست، کار نیکی هست. اگرچه مردم چنون بگویند، باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. نامش بدعت باشه گمراهی است، چیزی بدعت باشه گمراهی است، به هر نام و به هر نشانی که باشه. این حدیث را همچنان شیخ البانی رحمه الله میگه که با سند صحیح به صورت موقوف از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده. احکام الجنائز جزء اول صفحه 200. امام مالک رحمه الله یکی از ائمه هدا، یکی از ائمه بزرگوار، یکی از ائمه اربعه رحمه الله، سخن زیبایی در این مورد دارد که بینندگان گرامی ما گوش کنند و متوجه باشند. سخن بسیار زیبا، سخن بسیار مانع و جامع می باشد. حضرت امام مالک رحمه الله می فرماید من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنه، می فرماید هر کسی که بدعتی را در دین اضافه بکند و آن را نیک بپندارد، بگوید چیز خوبی است، بدعت هست ولی چیز خوبی هست. می فرماید که زعم ان محمدا صلی الله علیه و سلم خان الرساله، این انسان گمان بر این کرده، این انسانی که بدعتی را در دین ایجاد می کند، بعد از آن می گوید که این بدعت خوبی هست. می گوید این انسان در واقع گمان بر این داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رسالت خود خیانت کردن، نعوذ بالله. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند مأمور شدند بر این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه که خداوند برای تو فرستاده آن را برای مردم تبلیغ بکن. اگر چیز خوبی می بود باید پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد آن چیزی می گفتند. اگر چیز خوبی می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم که این همه امت خود را دوست دارند باید از آن سخن به میان می آوردند، نباید آن پوشانده می شد.
اگر این که در دین وجود داره و پیامبر نگفتند، نعوذ بالله این انسان‌هایی که معتقد به همچون چیزی هستند در واقع به زبان حال خود میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رسالت خود خیانت کردند و آنچه را که باید میرساندند نرساندند. نعوذ بالله. حضرت امام مالک رحمه الله میفرماید که کسی که بدعتی را در دین ایجاد بکند و آن را نیک بپندارد، این انسان در واقع چه کار کرده؟ زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم خان رساله. این انسان گمان بر این میکنه که گویا نعوذ بالله پیامبر صلی الله علیه و سلم در رسالت خود و در پیامبری خود خیانت کردند. نعوذ بالله. و بعد ایشان حضرت امام مالک رحمه الله به این آیه قرآن عظیم الشأن اشاره می کنند که الله تعالی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همان آیه‌ای که در اول صحبت و در اول بحث و در اول برنامه به خدمت شما بینندگان گرامی آن را اشاره کردم. امام مالک رحمه الله اشاره به این آیه می کند که دین تکمیل شده. حالا انسانی که می آید می گوید این بدعت حسنه هست، این انسان در واقع نعوذ بالله به زبان حال خود میگوید که دین تکمیل نشده. به زبان حال نعوذ بالله میگوید که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را که خداوند به ایشان فرستاده با آن عمل نکردند و آن را برای مردم نرساندند و این کفر محض است. اگر کسی چون این اعتقاد داشته باشد، اگر کسی چون این فکری بکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را برای مردم نرساندند. البته کسی در اینجا چون این نتیجه نگیرد که منظور ما این است که به خاطر یک بدعت انسان کافر میشه، ولی انسان باید مواظب باشه که با همچون طرز تفکری پیش نره، یا اینکه اکثرا این را نمیدانند که در واقع بدعت گذاشتن در دین مثل این است که متهم کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خیانت در رسالت هست، متهم کردن دین بر ناقص بودن است، گویایی که نعوذ بالله دین ناقص هست ولی این انسان میخواهد دین را تکمیل بکنه و این هر دوش کفر محض است. بناهن بینندگان عزیز و گرامی، ما بدعت حسنه در دین نداریم، اما مطالب دیگری هست که در مورد بدعت حسنه کسانی که معتقد به بدعت حسنه هستند یک سری حرفای میزنند که ان شاء الله این را بعد از وقفه به خدمت شما عزیزان و گرامیان بیان میکنیم. حالا اجازه بدین وقفه از اتاق فرمان بگیریم، ان شاء الله بعد از وقفه در ادامه بحث به خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز. بله، بحث ما پیرامون موضوع بدعت بود که گفتیم بدعت حسنه در دین وجود ندارد و همچنین روایاتی به خدمت عزیزان بیان کردیم و قول حضرت امام مالک رحمه الله که در الاعتصام امام شاطبی رحمه الله این قول حضرت امام مالک وجود دارد. در کتاب الاعتصام جزء اول صفحه 65. اما یک قول دیگر هم از یکی از بزرگان بیان میکنم و بعد مطالب دیگری که بعضی از کسانی که معتقد هستند و باور دارند به بدعت حسنه مطالبی را به خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. کسی است به نام شیخ احمد سرهندی رحمه الله. ایشان یکی از بزرگان هستند که مشهور هستند به مجدد الفسانی. مکتوبات دارند. در این مکتوبات در جلد دوم مکتوب 23 ایشان می‌فرمایند بعضی از گذشتگان اعتقاد و باور داشتند به بدعت حسنه و بعضی از بدعات را حسنه دانستند در دین. البته عزیزانی که مکتوبات دارند حتما امین الان باز بکنند و ببینند جلد دوم مکتوب 23 که ایشان چنین میگویند که بعضی از گذشتگان بدعت را حسنه میدانستند، ولی میگه نظر من عقیده شخصی خود را ایشان میفرمایند نظر من این است که بدعت حسنه ندارد
و همه انواع بدعت ظلمت و کدورت است و جز ظلمت و کدورت چیز دیگری از بدعت احساس نمیشه و از بدعت به وجود نمیاد. این سخن مجدد الفسانی است که در المکتوبات میگوید. بعد استناد میکند به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است، هر بدعت در دین گمراهی است. و استنادشان عین همان استنادی است که ما میکنیم از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما بعضی از کسانی که معتقد به بدعت حسنه هستند یک سری شبهاتی وارد میکنند که حالا ما به کل شبهات نمیپردازیم، فقط به صورت عام میگویم. شبهاتی که وارد میشه در این مورد از چند حالت خالی نیست. یا این که به روایات ضعیف و موضوع اشاره می شود، یا این که به مطالب اشاره می شود که اصلا ربطی به موضوع ندارد، اصلا هیچ رابطه‌ای به این موضوع ندارد، و یا این که از بعضی روایات برداشت‌های اشتباه می شود، از بعضی از روایات برداشت‌های اشتباه می شود که نیاز به این دارد که عزیزانی که به چنین اعتقادی هستند باید در مورد همچون طرز تفکری که از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشت غلط و اشتباه خود را خواسته باشند به خورد مردم بدهند، باید توبه بکنند. باید برداشتشان از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درست باشه. پس بنان از این حالات خالی نیست. اما عده‌ای از اینها وقتی با مردم عوام روبرو میشوند چی میگویند؟ میگویند بله اگر بدعت حسنه ندارد پس باید موتر یا ماشین هم بدعت باشد، باید تلویزیون هم بدعت باشد، باید همه چیزهایی که جدید در دنیا به وجود آمده همه بدعت باشد، حتی لباس شما هم باید بدعت باشد. واقعا انسان تعجب می کند با همچون طرز استدلال عجیب و غریبی که واقعا انسان تعجب می کند با علم و دانش این مردمی که ادعایش می کنند. ما در کجا گفته ایم که بدعت در دنیا مذموم هست؟ بلکه آنچه را که ما می گوییم بدعت در دین هست، آنچه که ما می گوییم غلط هست و اشتباه هست بدعت در دین هست. از کجا ما این را برداشت می کنیم؟ از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثی که امام بخاری از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، ام المؤمنین عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که پیامبر علیه السلام فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی را اضافه بکند که در دین ما نباشد فهو رد، او رد است، او غلط است، اشتباه است. ما به اون معتقد نیستیم، ما به اون باور نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت صریح و واضح و آشکار میگویند این رد است. حالا چیزی که مورد استناد ما هست تا اینکه این استدلال پوچ و باطل این انسانها را رد بکنیم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احدث فی امرنا، کسی در دین ما چیزی زیاد کند، بدعتی که در دنیا هست یا بدعت لغوی بگوییم آن مذمت نیست، مورد ذم و مورد نکوهش قرار نگرفته، بدعت مورد نکوهش قرار گرفته و شریعت اسلام آن را رد کرده و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صریحاً به این موضوع اشاره دارند و آیات قرآن این موضوع را برای ما اشاره می کنند. بدعت در دین هست، بدعت در دین هست که کسی بیاید در دین چیز را اضافه بکنه و آن را جزء دین بدانه، آن را عبادت بدانه، آن را قربت الله بدانه. به این نوع میگویند بدعت گمراهی. ولی بدعتی که در دین هست مثلا ماشین و موتر و اینها، همه اینها بدعت در دنیا هست، بدعتی است که در بدعت لغوی داخل میشه، نه در بدعت اصطلاحی و شرعی.
پس بناهن در این مورد این استدلال پوچ است، این استدلال باطل هست. و دیگر استدلال هایی که میشه در این مورد به همین ترتیب هست، چون ما میخواهیم که مستقیما به سر موضوعات دیگر برویم، به همین اساس به شبهاتی که در این مورد وارد شده یعنی نمی پردازیم و اشاره به آنها نمی کنیم. خداوند سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق عمل عنایت بکنه. حالا از خدمت شما رخصت میشیم در این قسمت از برنامه. امیدوار هستیم که خدای متعال جل جلاله همه من و شما را در پناه خود داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.